گرامی، ما در جاده میدان هوایی شهر کابل هستم. البته میدان هوایی بین‌المللی کابل و نزدیک چهارراهی لبجر یا چهارراهی اسپا و البته صدای موتورسیکل هم دوستان عزیز به حد اندازه بلند است. به این رمضان همون تو سرادم بد میخوره، همون تو بد میخوره که میسایز موتورسیکل. خب به هر صورتش مسلح دوستان عزیز کس نمیشنه تشه شما هر کسا بگوین چهارراهی قوای مسلح سرطانش خندی میکنن و میگن کجا رو میگی نمیشنه اصلا دیگر به نام چهارراهی قوای مسلح. از چهارراهی هم بگذاریم دوستان عزیز. متاسفانه سلام و درود نثار همه شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند و سر حال باشین و زندگیتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، ما در جاده میدان هوایی شهر کابل هستم. البته میدان هوایی بین‌المللی کابل و نزدیک چهارراهی لبجر یا چهارراهی اسپا و چهارراهی دیگه نام نگام داره که بیشتر بریم براتون میگم میشه. چهارراهی اسپا به خاطر میفتنش دوستان از قدیم یک چند دانه است داخلش بود مجسمه از 15 ساله و چهارراهی لبجر هم به خاطر برش میگن که در بغل یک جر واقع شده، جر فاضلاب است که از بغلش میگذره و به خاطر چهارراهی لبجر میگن. همون نام اصلی چهارراهی دیگه چیست. اینها نامای مستعارش از دوستان عزیز. این طرف دوستان عزیز پیاده رو نداره، این سرک دیگه اون طرف اون جر است دوستان عزیز که میبینین مردم بالاش راه میرن. جر است بالاش سرپوش مانده شده و یک جری طرف است، یک جر هم اون طرف و این طرف چوب فروشی است، مواد ضایعاتی که از بعض خانه ها میمونه دوستان عزیز که جور هستن مثلا یورسی و یگان چیزای دیگه اونا به فروش میرسه. دیگه دوستان عزیزی را آدمش بودم میره طرف چهارراهی سرک 5 تیمنی، بعد هم تو با چهارراهی شهید و بالاخره هم تو با چهارراهی خود میدان هوایی میرسه. دوستان عزیز یک شفاخانه در این سال قبل آغاز به کار کرد و دوباره دو دانه بودن دیگه، یکیش کار میکرد یکی دیگهش تازه افتتاح کرد در رفاه مدیکال کمپلکس است و بعدیش دوستان عزیز تازه یک بازسازی کرد و بعد از بازسازی دیگه آغاز به کار کرد که بازسازیشون وقت اخیر خلاص شد. هنوز هم نشده دوستان عزیز، هنوز هم نشده، اونه خالی هستم و اتاقایش بعضایش فکر کنم هست و بعضایش هم نه. این دو دانه هر دوش دوستان عزیز چی میگن دیگه همون شفاخانه بگویی میشه، هرچی بگویی میشه، کمپلکس بگویی میشه، همین چیزا هست دیگه. این جایی کم به خاطر جور کردن دوستان عزیز در است بلند است مترابط است. صدای موتورسیکل هم دوستان عزیز به حد اندازه بلند است. به این رمضان همون تو سرادم بد میخوره، همون تو بد میخوره که میسایز موتورسیکل. خب به هر صورتش این بلاک های لبجر است دوستان عزیز. اگر هم تو با دوستان عزیز به طرف دست راست بریم باز به چهارراهی سرسبزی شهر کابل میرسیم.
این هم دوستان عزیز از چهارراهی بزرگ و زیبای لبجر. این چهارراهی دوستان عزیز یک چهارراهی بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است. شاید در ابراز معلوم نشه، اما واقعا نسبت برای چهارراهی ها سرک 5 و حتی چهارراهی شهید اینا بزرگتر هست، بزرگتر واقع شده. خود از این چهارراهی دوستان عزیز خود از این منارش هم بسیار بزرگ است. و دوستان عزیز نام از چهارراهی، نام اصلیش همچنان چهارراهی قوای مسلح است و چهارراهی اسباب و چهارراهی لبجر نام های مستعارش است دیگه. نام اصلیش چهارراهی قوای مسلح، قوای مسلح دیگه. قوای مسلح افغانستان رو چی بگوییم؟ چهارراهی قوای مسلح. منم قوای مسلح دوستان عزیز کس نمیشناسه، شما هر کس بگوین چهارراهی قوای مسلح سرتانش خندی میکنن و میگن کجا رو میگی نمیشناسن اصلا. دیگه رو به نام چهارراهی قوای مسلح. از چهارراهی هم بگذاریم دوستان عزیز. متاسفانه یه ترافیک بسیار است، خب وقتایی که بیربار نباشد سرکارم از زود نمیسازه و حالا موقع بیربار نیست، بندش نیست که ترافیک بخواه بند کنه. خود طرف هم دوستان عزیز پوهنتون ملی رو میبینین و در پهلوش نوین کانتیننتال و در اون طرفش هم قصر خراسان که پوهنتون ملی رو دیگه یک پوهنتون بسیار شناخته شده دوستان عزیز در افغانستان هست. البته موسی تحصیلات عالی ملی بود، در این اواخر به پوهنتون ارتقا کرده و این طرف هم نوین کانتیننتال است و همچنان قصر خراسان. این طرف هم دوستان عزیز یک مسجد بسیار بزرگ و زیبا هست. در تصویر میبینین. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشاءالله که ویدیو خوب کنم را باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کرده در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتون به الله متعال پاک و بینی است. می سپارم روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان.